این دو تا قطعه که توی دست من میبینید اتوماتیک استارت 405 و 206. خیلی از برقکارا وقتی این قطعه از استارت جدا میشه و میاد روی میز کار نمیتونن تستش کنن. البته حقم دارن چون یه قطعه پلومه و تستایی هم که تو اینترنت گذاشتن تست با اومتر و با باتریه که تستای خوبی نیست و اصلا نشون نمیده. این اتوماتیک نوه. پستانش رو هم قرار میدید داخلش، البته بدون فنر. با کف دست میذارید اینجا و فشار میدید. همونجور که نگاه کنید این یک پله، اینم پله دوم، دو پله. یه پله دومش هم بلنده. این پر اتوماتیک کارم میکنه، پلاتینای توش هم خورده نشده. حالا این یه اتوماتیک کامل خرابه. نگاه کنید این یه پله، یه پله، هیچ پله دومی نداره. این داخلش خراب شده، رو ماشینم تق میداده و نمیزد. شما میتونید درصد سلامت اتوماتیک هم بسنجید. الان این اتوماتیک همونجور که نگاه کنید این پله اول، پله دوم، پله اول، پله دوم، یه 20% داره. این هم همون اتوماتیک استارتی که با تست کف دستی خراب بود. نگاه کنید با تست برق چجوری کار میکنه، مرتب داره کار میکنه. برای همین میگم تست با اومتر و تست برق 12 ولت اصلا تست خوبی برای اتوماتیک استارت نیست. اتومات استارتی که سیمپیچش سوخته رو اینجوری نمیشه تست کرد. تستای دیگه هم وجود داره. اگه لایک و کامنت این پست خوب بود اونم براتون میذارم. راستی یادتون نره تابستون و سر ما خیلی شلوغه. درست کردن یه ویدیو فوق العاده زمان بره. لایک یادت نره.